چطور میشه یک عکس از کیک داشته باشیم که هم حرفه‌ای باشه هم حس خوبی به بیننده بده؟ اینجا یک کیک داریم که میخوام عکس جذاب ازش بگیرم، اما فقط گذاشتن کیک روی زمینه به تنهایی کافی نیست. باید کاری کنیم که حس دعوت کنندگی داشته باشه. اول برای جدا کردن کیک از پس زمینه کاغذ گذاشتم زیرش. برای اینکه ترکیب جذاب‌تر بشه چند برش از کیک جدا کردم و توی بشقاب گذاشتم. این کار باعث میشه تصویر پویاتر بشه و چشم مخاطب توی عکس حرکت کنه. علاوه بر کیک از چند المان هم برای چیدمانم استفاده کردم، مثل شکلات‌های خرد شده کنار کیک و چاقو برای حس طبیعی بودن و پارچه قهوه‌ای که گرمای رنگی به تصویر بده. گل‌های سفید که به عکس اضافه کردم باعث میشه حس لطافت داشته باشه. زاویه عکاسی هم مهمه. اینجا از نمای بالا استفاده کردم تا همه جزئیات مشخص باشه و حس یک میز پذیرایی رو منتقل کنه. اگه دوستش داشتین حتما لایک کنین و نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید.